کبد چرب، چون خیلی ها میگن ارثیه. من بابام کبد چرب داشت و خیلی هم تا دلتون بخواد من دیدم کارشناس و متخصص کبد چرب داریم، انگار ماشینه. ممنون میشم این توضیح بدید. ببینید ما الان غذا میخوریم، مثلا فکر کنید یکی از بدترین چیزها که آب میبست. شما مثلا یه دونه پرتقال که وقتی اینجور باز میکنی یه پالپی داره دیگه که توی این رانی هم پالپا رو میبینید. این پالپه وقتی شما میجوینش داره میره پایین، خب همش خورد نمیشه، ولی هنوز اون فیبره یه سری حلال در چربی، حلال در آب، یه سری فیبرایی هست که حلال در آب نیست که اینا به مرور میوهی که شما خوردید میره تو و اینا فکر کنید که این توی این پالپه است، دونه دونه این هضم میشه، این باز میشه، یه دونه فرکتوز میاد بیرون. حالا تا بعدیش فیبر باز شه، دوباره یکی یکی اینا دیواره روده جذب میشه، به مرور اینا به مرور زمان وارد میشن توی کبد. چون فرکتوز حتما باید تو کبد تبدیل بشه به گلوکوز، نوع انرژی قابل مصرف، غیر ممکنه بتونی مصرف کنی جای فرکتوز. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ من 5 تا دونه پرتقال و آب گرفتم. اولا که شما مطمئنم نمیتونید و خیلی ها نمیتونن 5 تا پرتقال پشت سرم قورت بدن، اصلا بعد از دومیش دیگه دلشون نمیخواد، ولی شما یه لیوان پرتقال بزرگو به راحتی نوش جان میکنید که 5 تاست. فیبرشو ازش برداشتی، یعنی ظرف مدت خیلی کوتاه این فرکتوز از دیواره روده جذب شده میریزه تو کبد. تو کبد که مرکز پالایش کارش چیه؟ یه سری کارگرن، فکر کنید به این شکل، مثل فیلم عصر جدید چارلی چاپلین، دیدین اون تیکره که داره همینجوری پیچ میزنه و میاد بیرون؟ فکر کنید یه سری کارگره که میاد اونجا، این فرکتوز رو میذاره اینجا، میذاره تو خط تولید، بسته بندیش میکنه گلوکوز میفرسته بیرون. وقتی شما یه دونه پرتقال خوردین و این فیبر داره، به مرور این میاد اونجا و کارگرای توی کبد امکان این رو دارن که دونه دونه، چون سرعت زیاد نیست، اینا رو تبدیل به گلوکوز کنن بفرستن تو جریان خون. حالا یه لیوان پرتقال 5 تا پرتقالی میخوری یا 3 تا، حالا بعدا نگن حتما 5 تا، ما باید مراقب گفتن ها هم باشیم. بعد میان اینو میخورن، این سری میاد بالا، میاد تو خط تولید پالایشگاه کبد. یه سری کارگری که همیشه کار میکردن، انقدر لود زیاده، مهران جان اینجوری میشه، میاد اینجا اینو درست میکنه، گلوکوز میکنه، یکی میفرسته اونجا، 2 تا رو میفرسته اونجا، 3 تا رو میفرسته خارج از خط تولید تا دوباره بتونه چون نمیتونه به اینا برسه دیگه. 10 تا فرکتوز که میاد 6 تاشو میفرسته بیرون، 4 تاشو میکنه فرکتوز. اونی که از خط تولیدش میره بیرون تو خود کبد میمونه و تبدیل میشه به دنوو لیپوژنزیس، یه لغت فرانسه است، یعنی اون فرکتوز چربی میسازه در کبد و کبد چرب با مصرف چربی پیش نمیاد. اگر فردی مثل دکتر بابک بهتون گفت برای کبد چربتون چربی نخورید، دیگه مطب دکتر بابک نرید. این آدم از پزشکی هیچی نمیدونه و از کبدم هیچی نمیدونه. کبد چرب از مصرف زیاد همین کربوهیدرات ها تقریبا به همین سیستمی که خدمت درس کردم پیش میاد و مازاد مصرفش. حالا چه جوری درمانش میشه کرد؟ دوباره مثل همون انسولینه که استفاده نکنیم، وقتی میایم میذاریمش ما رو چربی سوزی، انقدر قشنگ بدن ما کار میکنه، اول از همه میره اونجا رو تمیز میکنه. یعنی شما 3 هفته که یه رژیم لو کرب با کربوهیدرات پایین میگیری، 1 گرید کبدت میاد پایین. یعنی تو سونوگرافی خودت میبینی. من گرید 2 بود کبدم، الان کردم 0 عین 6.